خوش اومدم با این ترکیب برای تانهال 12. اسم این ترکیب درایگ بته که از 2 تا الکترو دراگون، 2 تا بیبی دراگون، 9 تا دراگون و 4 تا بالون اسپلم که 5 تا بت، 4 تا فریز و یه دونه ریج. برای کستل هم 4 تا سوپر ویزارد، 2 تا ایندیزیبل و یه دونه کشتی. حالا بریم 2 تا اتک بزنیم. دراگون ها رو میندازیم که بیس رو خالی کنیم. 1/4 بیس رو باید خالی بکنیم. یک تا دراگون و بیبی دراگون سب میکنیم تا نزدیک های ایکس تو بره. کشتی رو از اینجا میندازیم با یه دونه دراگون میزنیم کشتی تا وسط بره. اینویزیبل میندازیم و ریج میندازیم روش. وسط مپ کلا نابود شد. بعدا دراگون ها رو از اینجا همشون میریزیم با 4 تا بالون. کینگ رو از اینجا، کیوب رو از اینجا سب میکنیم تا یه ذره جلوتر بریم. بعدا بت ها رو میریزیم پشت سرش. خب یه دیگه که کینگ رو میزنیم. بت ها رو از اینجا میندازیم و فریز میندازیم رو ویزارد. همیشه مواظب باشید که این فیلمای مولتی و ویزارد تاور چیز نشه. نذارید اونو به بطاقتون ضربه بزنه. ما رو 2 تا اسکیلون اضافه آوردم میندازم بیرون. به همین راحتی اتک 3 ستاره شد. این ترکیب برای وارم خوبه چون حالا واردنم آماده نشده بود، به خاطر اون با واردن نزدم. سری بعد با واردنم میذارم راحت تر اتک. اینم بود از ترکیب امروزمون. لطفاً کامنت، سابسکرایب، لایک یادتون نره. لطفاً زنگوله رو هم روی آل بذارید که اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم با خبر بشید. فعلا